سلام خدمت دوستان، وقتتون بخیر. با نام و یاد خدا. یکی از نکاتی که به نظر خودم مهم هست و باید خدمت دوستان بگم، ماده 196 قانون مدنی است. کسی که معامله می کند، اون معامله برای خود اون شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف اون را تصریح نماید یا بعد خلاف اون ثابت شود. بحث من تا همین جایی این ماده هست. تصور خودم اینه که یکی از خطرناکترین مواد قانون مدنی است. چرا؟ برای اینکه میگه اگر در موقع عقد تصریح کنی که این معامله رو برای دیگری انجام میدی، مثلا شما وکیل حسن هستی، داری برای حسن خونه رو میخری، خب این خیلی هم خوبه، تصریح میکنی وکیل فلانی هم، معامله هم برای حسن واقع میشه. و فرض کنیم اگه شما وکیل حسن هستی و حسن خریدار هست، فروشنده برای ثمن، برای مطالبه ثمن باید به حسن مراجعه بکنه. تا اینجا مشکلی نداره. مشکل از اینجا به بعده. کسی که معامله میکند، اون معامله برای خود اون شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف اون را تصریح نماید یا بعد خلاف اون ثابت شود. فرض کنید من از حسن که فرد فقیری هست و امکان پرداخت اقساط رو نداره، وکالت رسمی گرفتم که برای او خونه بخرم و میام از شما خونه شما رو به وکالت از حسن خریداری میکنم، ولی نمیگم که وکیل حسن هستم. در اینجا چون ماده 196 قانون مدنی میگه اگه بعداً خلاف اون ثابت بشه، یعنی بعداً ثابت بشه که من وکیل حسن بودم، این معامله برای حسن محسوب میشه و شما با یک کسی مواجه میشی که قدرت پرداخت ثمن رو نداره. در صورتی که از اول میدونستی که من به عنوان وکیل حسن میخوام با شما معامله بکنم، شما حاضر به انعقاد قرارداد با بنده نمیشدی. این که ماده 196 میگه مگر اون که بعداً خلاف اون ثابت بشه، یعنی اگه بعداً خریدار ثابت بکنه که من وکیل حسن بودم، این معامله برای حسن هست و فروشنده باید به حسن مراجعه بکنه. حال اون که اگر فروشنده از اول میدونست که طرف معامله حسن هست، حاضر به انعقاد قرارداد با او نبود. بعضی از اساتید توجیهاتی برای این ماده درست کردن. به نظر من همه اونها تقریباً اجتهاد در مقابل نص هست و نمیتونه با ظاهر این ماده مقابله بکنه. به خاطر همین بهتر هست که به طرف بگیم آقا داری برای خودت معامله میکنی یا برای دیگری. اگه برای خودت داری معامله میکنی، ما با شما معامله میکنیم. اگه به عنوان وکیل دیگری هستی، تصریح بکن به سمت خودت. روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.